استعمال کردن گوشت خوک را بسیار دینها منع کرده است و این گوشت چرکین و حرام قبول دانسته می شود. گرچند که خداوند این حیوان را آفریده است، برای چه استعمال گوشت آن را حلال نگفته است؟ بیایید جواب این سوال را و در حق خوک معلومات پیدا کنیم. برای دوام این نمود ویدیوها تکمچه دوست داشتن را زیر کرده و به کانال ما ابونه شوید. از همه باید درباره این موضوع هم فکر باشیم که گوشت خوک به سلامتی آدمان ضرر جدی میرساند. برای که خوک در وقت خوردن غذا انتخاب کننده نیست. کوتاه‌تر در طبیعت چیزی که یابد میخورد. خوک ها عضوقواری های ویرانه، اخلاط، ادرار و کودک های مرده شده خود را نیز استعمال میکنند. خصوصیت دیگری خوک ها باشد سیستم ضعیفترین و زودترین هضم کنی را صاحب می باشند. این حیوانی درنده در مدت کوتاه یعنی 4 ساعت همه استعمال کرده اش را هضم می کند. بسیار وقت خوک ها توکسین هایی که در خوراک های آنها موجود است تماما هضم نمی کنند و این توکسین ها را در حجره های خود منع می کنند. عین زمان خوک ها پارازیت، ویروس و دیگر ارگانیسم ها را در وجود خود مهمان می کنند. بسیار این ویروس ها باشد با انسان ها میگذارد. بعضی از اینها ویروسی منینگله، کنلا، تریشنلا و هپاتیت ای می باشد. یکی از تحقیقات علمی در طرز درست پختن گوشت کم شدن باکتریا و ویروس ها را نشان دهد هم ریسک را تماما با صفر برابر کردن ناممکن است. این هم معنای آن را دارد که خوک همان چیزهای چرکین و حرام را خورده بعدتر از طرف قصاب با پارچه ها تقسیم کرده و به سر دسترخوان می آید. نظرم به خوک خداوند با ما بزرگ گوسفند آفریده است و آنها حیوان های انتخاب کننده بوده تنها چیزهای تر و تازه استعمال می کنند. چه خیلی که میدونید این حیوان ها سیستم هضم کنی والا مقام را صاحبند. مثال در گاو ها 3 معده وجود دارد و وقتی هضم کنی 12 ساعت می باشد. گاو ها نیز حیوانی انتخاب کننده اند و ریسک را به سویه مینیموم می رسانند. در زمان آخر در دنیا آدمان آهسته آهسته گوشت خوک را به گوشت بزرگ گوسفند و یا اینکه گاو عوض کرده ایستادند. آیا شما حیوانی که چیزهای چرکین و حرام استعمال میکنند ترجیح میکنید یا اینکه چیزهای تر و تازه را قرار است شما؟ آن زمان اگر گوشت خوک چرکین و حرام باشد برای چه خداوند او را آفرید؟ با این سوال نیز به مانند دیگران جواب منطقی دادن ممکن است. در تمام دنیا حیوان‌های وجود دارند که زهرآلود هستند و ما آنها را استعمال کرده نمی‌توانیم. حتی رستنی‌ها نیز وجود دارد. ما برای چی خداوند اینها را آفرید گفته پرسان می‌شویم؟ نه، البته که پرسان نمی‌شویم. برای که در دنیا همه چی برای استعمال ما آفریده نشده است و این وضع برای خوک نیز تطبیق می‌شود. برای سیستم اقتصادی خیلی مهمند اما نه برای از طرف انسان‌ها استعمال کردن. خب شما درباره این موضوع چی فکر دارید؟ از شما خواهش میکنم که فکرهای خودتون را در تگ نوار نویسید. تشکر برای همه شما. تا ویدیوی نوبتی سربلند و سلامت باشید.